سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار خلیفه سراج‌الدین حقانی وزیر امور داخله با بهرام سالی کمیشنر عالی سازمان ملل در امور مهاجران، تاکید وزارت اطلاعات و فرهنگ بر خبرنگاران به خاطر ایستادگی در برابر تبلیغات منفی، تقویت وحدت ملی و تحکیم نظام اسلامی و تاکید سناتور آمریکایی بر نقض آتشبس میان ایران و آمریکا و پایان جنگ میان دو کشور. امروز پنجشنبه 18 ماه سرطان سال 1405 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها: خلیفه سراج‌الدین حقانی وزیر امور داخله با بهرام سالی کمیشنر عالی سازمان ملل در امور مهاجران و هیئت همراهش دیدار کرد. وزیر امور داخله در این دیدار از همکاری و تلاش‌های این کمیشنری در افغانستان قدردانی کرده است و از سوی دیگر بهرام سالی از حل مشکلات مهاجران افغان، حمایت از برگشت کنندگان و ارائه کمک‌های بشردوستانه اطمینان داده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ سمینار آموزشی یک روزه را تحت نام ارتقای ظرفیت فکری، عقیدتی و مسلکی برای صدها تن از خبرنگاران، مسئولان مطبوعاتی، ادیبان، نویسندگان و فعالان فرهنگی و جوانان در ولایت پنجشیر برگزار کرد. مولوی حیات الله مهاجر فرایی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از خبرنگاران خواست در برابر تبلیغات منفی ایستادگی کرده و در راستای تقویت وحدت، تحکیم نظام اسلامی و بازتاب دستاوردهای آن نقش فعال و مؤثر ایفا کنند. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات میگوید که محتسبین این وزارت در جریان هفته جاری به 101 قضیه مربوط به حقوق زنان رسیدگی کردند. در این مدت 55 مورد منازعه و دشمنی از طریق مصالحه حل و فصل شده و 8 جا دیگر نیز بازداشت شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. این وزارت همچنان افزوده است که 137 نشست اصلاحی با تاجران برگزار شده است. و در آخرین خبر، در ادامه مخالفت‌های مقام‌های آمریکایی با رئیس جمهور این کشور در رابطه با جنگ علیه ایران، برنی سندرز یک سناتور آمریکایی از نقض آتشبس میان دو کشور از سوی ترامپ انتقاد کرد و گفت که این جنگ آمریکا را قوی‌تر نخواهد کرد و با تاکید بر پایان جنگ علیه ایران افزود که این جنگ جان افراد بیشتر را خواهد گرفت و دلارهای مالیه دهندگان بیشتر را هدر خواهد داد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.